سلام، من مصطفی عزیزی هستم. جوان نازنین ریراز یک مدرسه مجازی درست کرده برای بچه هایی که امکانات تحصیلی چندانی ندارن و چون خودش گرافیست خیلی ارزشمندیه تونسته کلمات فارسی و انگلیسی را با گرافیک های خوبی نمایش بده. توصیه میکنم که به سایت فورک سنتر مراجعه کنید و به فضاهای مجازی مربوط به این مدرسه سری بزنید و تکثیر کنید که این کار انجام بشه. کار بس نکویی است. قربان شما.